این چهارباغ را مقبره رمزی کمال خوجندی زیب می‌دهد. سال 2015 یک افغان از مرقد کمال خوجندی از تبریز آوردند و در مقبره رمزی شاعر در زادگاهش گذاشتند. کمال خوجندی سال 1320 در شهر خوجند تاجیکستان تولد شده، سال 1401 در شهر تبریز ایران درگذشت و در باغش در کنار والیانکو به خاک سپرده شد. امسال 700مین سالگرد میلادی شاعر است. تجلیل به جشن 700 سالگی کمال خوب یک جشن بزرگی که تقریبا در ماه اکتبر برگزار می‌گردد، در همین حدودی مجمع برگزار می‌گردد. در آن بیشتر در اینجا عالمان، نویسندگان، شاعران این دوره معاصر می‌آیند. خب مهمان‌ها از شهر ایران در اینجا دعوت شدند. روز 4 آگوست رئیس جمهور امامعلی رحمان رمزی تجلیل از این جشنواره را انتخاب کرد. سال 1996 به افتخار 675مین سالگرد زادروز کمال، پیکره او از روی رسم رسام تاجیک کمال‌الدین نادیروف در خیابان در مرکز خوجند گذاشته شد. من کمال خوجندی رو همچون یک شاعر بزرگی ملت تاجیک میشناسم. بسیار غزل‌های بسیار خوب نوشته. اتفاقا پیکره کمال خوجندی در زادگاهش در محله گذاشته شده است که به روایت ها در نزدیکی آن منزل خانواده شاعر واقع بوده و در آنجا تولد شده است. امروز خیابان و چهارباغ کمال رهگذر مردم است. مقبره و پیکره ها ساکنان را به یاد شاعر بزرگ میبرند.